خوب استاد عزیز وقتی که ما میمیریم نامه اعمالمون رو در قبر با ما نشان میدهند یا در قیامت اگر در قیامت با دستمان دهم پس چگونه در قبر میفهمند که ما بهشتیم یا دوزخی. برادران عزیز و گرامی نامه اعمال روز قیامت است. ما در خانه قبر اینقدر فقط از احادیث های گرامی پیامبر نازنین ما اینقدر فهمیدیم که ما را میپرسند که مقصد انا پروردگارت کیست و پیامبرت کیست و دینت چیست. ما وقتی این جوابها را که میگیم دیگر برای ما برادرای عزیز تمام دیگر اینجا در ما مقصد از همون سوالها که گذاشتیم اینجا یک بشارت دیگر است. میگه هرگاهی که اگر از سوالی منکر و نکیر که شما خلاص شدین یعنی ما بعد شما یعنی قیامت شما دیگر آسان است. مشکل همین اولین بار در قبر دیگر اون طرف برای ما آسان است. خدای مهربان نگهبانتون باشه. سوال دیگر آیا کودکان نابالغ و پیغمبرها هم در قبر میپوسند؟ اگه فقط در قبر نپوسیدن این جسد پیغمبرها را گفتند جسد نفرهایی که شهید شدند جسد عالمهایی که در علم عمل کردند اینها را گفتند نفرهایی هستند که مقصد در قبر یا در خاک جسدشون نمیپوسند. میگویند خدا از این بد نکند. آیا گفته این کلمه درست است؟ درست است. این بسیار دعای خوب است. برادران از هرگاهی که ما مثال بینیم یک شکرگزاری است. وقتی که اصلا مردم تاجیکی ما اگر یک درماندک میشود میگه الهی مهربان سپاسگزاریت میکنم که تا امروز تنی صحت داشتم که امروز درماندم کردی. خدایا با این بدم نکن. مثلا امروز اگر چشم نابینا کرده خدایا با گوشم ناشنوا نکن. زبان و مقصد گنگ نکن. یعنی از این بد نکن همینه. استاد در میوه یا نان اسم الله پیدا شود خوردن درست است. اگر در میوه یا در نان در هر چیزی که اگر اسم الله باشد خوردن همون چیز حلال باشد خوردن بگیرید او هیچی باقی نداره. زن کار کند و مرد در خانه خورده خواب رود این مرد در نزد خدا چی حکم دارد؟ البته گناهگار است. خواهرای عزیز آفرین شما که وقتی میرین کار میکنین همین خیلی مردها را در خانه نان میتین. من بسیار بدون میخیل مردها را که میگه اصلا میگه خواهش کار کردن نداره. یکی در خانه ده ها حقارت هم زن میکنش یکی شما حقارت نکنید بیارین یا تکنون نبتینش. نیت نماز را با زبان عربی گویم درست است. نیت نماز برادرها و خواهرای از یک عملی هست که مقصد همون قلبی هم باشد بسه. ما در درون دلم نیت میکنم که نماز بامداد مثال سنت بامداد میخونم الله اکبر هم گم بسه. فقط و مع لفظ افضل گفتن در عباره ها یعنی از باب بگیم افضلیت از باب اولویت همین که شما نیت کنید. نیت کردم بگذارم در رکعت سنت نماز بامداد وقتی بر من است روی آوردن به قبله به جهت کعبه همین را وقتی میگفته یعنی معناش چیه که همین دوستای خدا میره گفتن که تو تیار شدن میگیری در نماز. یعنی قدر مقصد کار دارد و الا اگر نگویشم با دلت نیت کنی و الله اکبر هم بگوی میشود. مدت 5 سال میشود سوره واقعه را پیش از بامداد یا بعد بامداد میخونم. آیا این هم در شب حساب میشود؟ حساب میشود. بابا جان در قبر کتاب قرآن گذاری جایز است؟ هیچ وقت جایز نیست. شما قرآن وقتی اگر در داخل قبر موندین شما گناهگار میشین. این کار هیچ وقت نکنید. اگر ورقای ویران و پوسیده باشد مایلش برین زیر خاک کنید. لیکن قرآنی نو برده در خانه قبر موندین شما با عدد هر حرفش در پیش خداوند گناهگار میشید.